سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدیم به چنل خودتون. بچه ها امروز یه آهنگ مشتی داریم از لئو به اسم دریا. آهنگش خیلی خوشگلی، یعنی من یه دفعه واسم شکیلا گذاشت، خیلی کیف کردم. یه دفعه گوش کردم گفتم باید اینو ریاکشن بگیریم. اصلا مگه میشه لئو آهنگ بخونه و قشنگ نباشه؟ بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اینجوری فقط میتونید از ما حمایت کنید. بچه ها بریم که داشته باشیم. 1 2 3 لیتس گو. 4 دقیقه و 23 ثانیه هستش که با هم دیگه بشنویم ببینیم که چطوریاست. با دقت بیشتری گوش کنیم این بار. Let's go. از همین اولش معلومه که چیه. صدایت کردم دوای دردم، من همون مردم و دل پر دردم. نبودی همدم چه کارو کردم که تو رو به دست دارم و اما نآوردم. نکند قهر کنم، صدا رو قطع کنم، خودم رو غرق کنم که از تو من فرق کنم. با خودم جنگ کنم، همه رو جمع کنم. این دفعه بایستی منم این خانه رو ترک کنم. لیلی 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 ببین چه کارو کردی. لیلی 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 دلم رو پاره کردی. لیلی 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 چقدر افکارم کردی. لیلی 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 احمر آواره کردی. با بال و پر شکسته کجا بی نظیر این آهنگ، با بال و پر شکسته کجا فریاد کنم من. خیلی قشنگه بچه ها. لئو امکان نداره آهنگ بخونه و اینجوری قلب آدمو به تپش در نیاره. واقعا دمش گرم. کنم من با همه دری بسته، از کجا آغاز کنم من؟ از رفتنات نبودنات سوزاندنات. دریا چیه این؟ چجوری صداشو لرزون؟ دیدی؟ بیتش هم خیلی قشنگه، یعنی سبک لئو سبک مشخصی. حتی بیتایی هم که واسش میزنن فکر کنم یا آهنگاشو خودش میسازه یا یه آهنگساز داری که همیشه با لئو کار میکنه. همه آهنگاش، همه بیتاش، همه چیزش مشخصه. بی‌نظیره، بی‌نظیر. چشمان من نالان نالان نالا، غمها بر سر من باران باران باران. شبها میسوزد شم آرام آرام آرام، چون دلی من به حال و بیمار است. دریا چشمان من لئو اصلا نمیتونم گوش کنم بچه ها. خیلی قشنگه، اصلا دیوانه میکنه آدمو دیوانه میکنی. آهنگای لئو بی نظیره. اصلا الان باز گریه میکنم. شکیلا میگه ببین گریه کرد. خیلی قشنگه. غمها بر سر من باران باران باران. شبها میسوزد چم آرام آرام آرام، چون دلی من به حال و بیمار است. حالا تو خود خوب چی کردی که حال من حالی تو نیست؟ من شنیدم که لئو رپ هم میخونه، یعنی یه آهنگ موزیک ویدیو بود فکر کنم. به اونم ریاکشن میدم، حتما با شکیلا میذارم توی چنلمون یا توی اون چنلمون شاید گذاشتم، لینکشو توی دیسکریپشن میذارم واسهتون که رپ میخونه. اینجا هم الان یه قسمتش یه حالتی شد انگار که میخواد رپ بخونه. که این همش کاری تو نیست. آروم. حالا تو خود خوب چه کردی که حال من حالی تو نیست؟ تو خود خوب و بد آوردی که این همش کاری تو نیست. عشق من کجاست؟ جاست جاست کجا مرا بردی تو راهی دور با چپ و راست. ماهی من کجاست؟ جاست جاست کجا شده پنهان. این گفتم که بچه ها این سبک فقط مخصوص خود لئوه. جاست تو اون آهنگش هم که ریاکشن رفتیم من و شکیلا همینجوری جاست. خیلی باحاله، خیلی خوشم میاد. هرچی دلش خواسته و من دادم و بد فهمیدم خطاست. عشق من کجاست؟ ماهی من کجاست؟ دریا چشمان من نالان نالان نالا، غمها بر سر من
بیمارست دریا چشمان من نالا 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 غمها. وقتی با این صدای ناز و مخملش میره تو اوج، قلب منم با خودش میبره تو اوج. بی نظیره. موزیک تاجیکستان پرچمش بالاست. گفتن که بالاست، اون بالا. باران 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 شبها میسوزد چشم آرام 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 چون دلی من به حال و بیمار است. چیه این؟ یه مدل ساز هستش که مثل گیتاره ولی تهش خیلی بزرگه، نمیدونم چیه، با اون داره میزنه. 3 تا تار فکر کنم داشته باشه. بی‌نظیره. موزیک لئو رو گوش میکنیم مثلا نمیفهمیم چه جوری تموم شد. اینم همین جوری تموم شد. واقعا بی‌نظیره. لئو کارت 20. گفتم که بچه‌ها لئو کارش 20. سلطان صدا واقعا کارش بی‌نظیره. وقتی آهنگشو گوش میکنیم مثلا تو حال خودمون نیستین دیگه. بچه‌ها این موزیک ویدیو رو با کلی احساس و کلی عشق که با موزیک لئو گرفتم تقدیم به شما و اینجوری هم به پایان میرسونمش. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. لینک کانال دوممون هم لینکش تو دیسکریپشن لینکش توی توضیحات همین ویدیو میذارم، اونم فالو کنید. ان شاءالله که خوشتون بیاد. مخلص بچه‌ها. فعلا فدامدا سپاس.